صلاح‌الدین ربانی وزیر کارهای خارجه افغانستان روز 16 فوریه پس از ملاقاتش با سیراج‌الدین اسلو در دوشنبه گفت که با همتای تاجیکش راجع به نگرانی‌های امنیتی هر دو کشور صحبت نمودند و جانب تاجیکستان را مطمئن کردند که به هیچ صورت اجازه نخواهند داد که گروه‌های تخریبکار از قلمرو افغانستان به تاجیکستان آسیب رسانند. بحث روی نگرانی‌های مشترک از ناحیه تهدیدات امنیتی بخش مهمی از اجندای ملاقات امروزمان بود. جمهوری اسلامی افغانستان نگرانی جمهوری تاجیکستان از تهدیدات تروریستی را به خوبی درک می‌کند و من امروز مجدداً به جناب آقای اسلوف اطمینان دادم که تأمین امنیت سرحدات میان کشورهایمان از اولویت‌های نیروی ملی دفاعی و امنیتی افغانستان بوده و به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهند که از سرزمین ما امنیت کشورهای همسایه را آسیب رسانند. مذاکرات امروزه رشته سیراج‌الدین اسلو وزیر امور خارجه تاجیکستان و صلاح‌الدین ربانی که بعد از ملاقات و مشورت‌های دوجانبه نهادهای سیاست خارجی دو کشور در روبروی خبرنگاران صحبت می‌کردند با تقویت همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم بین‌المللی، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر چالش‌های امنیتی در منطقه تاکید کردند. به همین ترتیب چنانچه همکاری‌های کنسولی میان دو کشور ساحه وسیع را به شمول عملی سازی موافقتنامه انتقال محکومین به حبس احتوا می‌کند، تصمیم اتخاذ گردید تا به منظور تسهیل و تسریع همکاری‌ها در این ساحه کمیته مشترکی برای مشورت‌های کنسولی میان وزارت‌های امور خارجه افغانستان و تاجیکستان ایجاد گردد. سیراج‌الدین اسلو و صلاح‌الدین ربانی در این نشست مشترک خبری به تاکید طرح‌های اقتصادی و انرژی در منطقه تاکید نموده و آن را برای برقراری صلح در افغانستان ضرور خواندند. وزیر امور خارجه افغانستان صلاح‌الدین ربانی روز 15 فوریه با سفر رسمی به تاجیکستان آمد. قرار است صلاح‌الدین ربانی در جریان این سفر با رئیس جمهور و رئیس مجلس عالی تاجیکستان نیز ملاقات نموده و درباره تحکیم مناسبت‌ها و همکاری‌های دو کشور در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، تجارت، ترانزیتی، فرهنگی و مبارزه با چالش‌های مشترک دو کشور بحث و تبادل نظر نمایند. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی، دوشنبه.